این دیگه رسم قایق توه، مبارکه، بزن قدش. ولی مشکل اینجاست که میخوام با هر چی که در توان دارم نابودش کنم. دیگه با توی که اون از حمله 100 تا گلولی توپ، بمبای بزرگ و خیلی چیزای دیگه حفظ کنم. از الان دقیقاً 24 ساعت وقت داری که یه خط دفاعی برای قایق درست کنی و زمان شروع شد. موفق باشی. خیلی خوب، بریم ببینیم این قایق غرق میشه یا نه. شان با استفاده از کارت اعتباری من فوراً کلی تجهیزات خرید و شروع به ساخت خط دفاعیش برای مرحله اول کرد. یعنی 100 تا گلوله توپ. نقشه‌تو برام توضیح بده. نقشه من اینه که یه دیوار بزرگ با زاویه بسازم که امیدوارم بتونه آتش توپو منحرف شان کنه. هم اون شب مشغول بود، هم فردا صبحش، هم کل 24 ساعت بند شد. دیگه باید کارشو متوقف کنه. خیلی خوب. وقت تمومه. درسته. بریم ببینیم چند تا توپ شلیک کنیم. آیا این خط دفاعی قایق جدیدش رو در برابر 100 تا گلوله توپ حفظ میکنه؟ و یا باید این ویدیو رو با شرکت کننده دیگه از اول بگیریم. الان میخوایم قایق جدید تو ببندیم به توپ. وحشتناک. هدف بگیریم. آتش! اوه داره ازش رد میشه. پسره داره کانتینرها رو سوراخ میکنه. گلوله‌های توپ دارن کانتینر رو عین کره آب میکنن. وای بیچاره شدم پسر. آخرین ذره روح هم پرید. و احتمالاً آخرین ذره قایق. توپا داشتن قایقشان رو تیکه پاره میکنن. تازه ما شروع کرده بودیم. توپا دارن تیکه پارم میکنن. از دست رفت. مطمئنم این یکی دقیقاً رفت توش. ما گلوله‌های توپو یکی پس از دیگری شلیک کردیم و قایقشان رو در هم کوبیدیم. خدایی فکر نمی‌کردم شلیک توپ اینقدر وحشتناک باشه. و بعد از یه راند 3 ساعته وای برو بریم ببینیمش. خدا کنه قایقم تیکه پاره نشده قایقشان باشه. سعی و سالم. یه سوراخ کوچیک اینجاست. یکی از میله هم اینجوری شده. یعنی یه توپ صاف خورده اینجا. ولی خب خسارت اصلی اونجا نبوده. سرویس بهداشتی قایق کاملا نابود شده بود. این آینه رو ببینین. 3 گلوله توپ به قایق برخورد کرده و به زور از مرحله اول گذر کردیم. قبول دارم ولی 3 تا از 100 تا خیلی هم خوبه. نه، من اصلا میخوام مرحله 2 رو جدی تر بگیریم. و اگه فکر میکنی شوخی دارم بذار قشنگ روشنت کنم. بمبا رو بیارین. 24 ساعت دیگه این 15 تا بمب در اطراف قایق تو منفجر خواهند شد. وای نه. هم رسیم ما قبل از این ویدیو این بمبا رو امتحان کردیم. خدایی کرکوپر ریزونن. 15 تا بمب اطراف قایق منفجر میشن. واقعا چطوری باید حفظشون کنم؟ میرم یه چرتی تو قایق محاصره شده با بمبام بزنم. چند ساعت دیگه قبراق برمیگردن. شان فردا صبح بیدار شد و فوری دست به کار شد، ولی به خاطر طوفان شدید نتونست از جر ثقلش استفاده کنه. خیلی بد شد. امروز باید همه کارا رو دستی انجام بدیم. چجوری میخوای روی قایقو بپوشی؟ با تشک. درسته. نقش جانانه شان تشک. کارگراش تمام تشک‌های شهر رو خریدن. همه تشک‌ها رو آوردن. باید جلو، عقب و دور تا دور قایق‌ها رو باش بپوشونیم. سانت به سانت. اصلا معلوم نیست که دیگه قایقه شده یه کپه تشک. 2 ساعت دیگه میخوایم مینا رو بهتر کنیم، ولی شان اونقدرام که فکر میکرد کاری از پیش نبرده. خیلی سنگینه. میدونی اگه جر ثقیل داشتیم چقدر میدونی راحت‌تر اگه اصلا میشد؟ تو آب نبودیم چقدر راحت تر میشد؟ آره. وقتن که اصلا تعریفی نداره. 1 2 3 وقت تمومه. دیگه بیشتر از این نمیشه. یه مشت تشک و دبه آب. کارل میشه گوشاتو بگیری؟ فکر کنم این مسخره ترین چیزی باشه که تو عمرم دیدم. از قیافت معلومه که فکر میکنی اینجوری نمیشه. آره. جدی؟ آره. بریم ببینیم قایق غرق میشه یا نه. حرف آخر چیه؟ کلاه رو میدی من؟ اگه قایقت سالمون کلاه بده. قبوله باشه. 3 2 1 بهتر کنینش. خدای من امکان نداره سالم مونده باشه. بدو بریم ببینیم. بیا. وای قایقه. ظاهرش که رو به راهه. هنوز سر موفق پا. شدی. آفرین. فقط تشکا سوخته. آره واقعا نمیدونم چی باید بگم. انگار این تشکا واقعا جلوی بمبا رو گرفتن و حالا وقت مرحله 3. این حمله شامل 3 سمت مختلف میشه. اول 1,000,000 ترقه رو مستقیم میفرستیم سمت قایق. در ادامه هم تیرایی سوزان میفرستیم.
و در نهایت هم با منجنیق گلوله های آتشی از آسمون میندازیم پایین. و تا الان راهکاری که شان داشته به نظر میاد موثر واقع شده. داره به گروه دستور میده. بریم اون کانتینرها رو برای مرحله سوم آماده کنیم. بعد تا اونا داشتن کار میکردن خودش رفت استراحت. الان دیگه با پشپشه و ترقه و منجنیق طرفیم. نقشه چیه؟ نقشم اینه که چند تا کانتینر دیگه بیارم بتونم باهاشون یه دیوار گنده بسازم و واقعا امیدوارم دیوارا اونقدر بلند باشه که جلوی پشپشه‌ها و گلوله‌های آتشینی که منجنیق پرت میکنه رو بگیره. عجب نقشه. البته فقط در حد نقشه. من امروز رو شانسم قشنگ حس میکنم. من واقعا به خودم اعتماد دارم. باشه. در مقایسه با مرحله تو خیلی خفن‌تره. واقعا گل کاشتی پسر. آره دیگه. از مرحله آره. دفاعی مسخره که نتونستن جلوی چند تا گلوله توپو بگیره به این رسیدی که واقعا فکر میکنم کارساز باشه. شان داره آب دریا رو میکشه و از طریق چند تا آبپاش تشک‌ها رو باهاش تیز میکنه. خب داریم میریم دیوار دفاعیشو بررسی کنیم. به نظرتون الان وقتشه که من از ارتفاع میترسم؟ به این میگن یه دیوار محکم 12 متری. وقتی منجنیقا شروع به پرتاب کنن، آتیشو از بالای کانتینرها فرود میاره و امیدوارم که به قایق برخورد کنن. نه حتما خطا میرن. ای چندلر، منجنیق تو با یه گلوله سوزان بزرگ پر کن. ردیفه. حاضری؟ هدف آتش! برخورد کرد. از این خبرا نیست. خیلی خب، چرا اینقدر به خودت مطمئنی؟ 30 ثانیه دیگه وقت داری ولی دست رو دست ما گذاشتی. که آماده‌ایم. خوب پوشوندمش. دیوارم ساختم. همه چی رو هم خیس کردم. اصلا لازمه 20 ثانیه دیگه صبر کنی. نه شروع کنیم. شروع میکنیم. خیلی خب، وقت تمومه. مرحله 3 رو در پیش داریم. منجنیقا، تیرای سوزان و 1,000,000 ترقه. ببینیم این قایق آتیش میگیره یا نه. برای فشفشه آماده هستین؟ حرف آخری نداری؟ بختیارت. فشفشه رو روشن کنید. وای خدای من، اصلا شوخی بردار نیست پسر. خیلی خفنه. وای چطوره؟ وضعش تا این آتیش چطوریه؟ بازی رو میبینیم میخوام در مورد بلومز تاور دیفنس 6 براتون بگم. اینه که میگه یه بازی که خود من از جوانیم دارم بازی میکنم. بی شوخی وقتی 15 سالم بود همیشه سر کلاس زبان اینو بازی میکردم. از قایقه داره دود بلند میشه. حالا با نسخه 6 به بازی برگشتن، یعنی بلومز تاور دیفنس 6. خدایی نگاه کن. وضعت چطوره؟ اگه تا حالا اینو بازی نکردین، اینجوریه که باید با درست کردن برجای میمونی و قهرمان‌ها در برابر بارون‌ها از خودتون دفاع کنید. من میخوام برای یه چیزی خوشحالی کنم. داره میخوره به قایق. وای داره میخوره بهش. فشفشا دارن میخورن به قایقش. تیرا رو بندازین. الان وقتشه که تیرای سوزان رو پرتاب کنیم. خدای تیرا من. دارن مستقیم میرن بالای دیوار. آره. من باشم زود شادی نمی‌کردم. منجنیقا رو آماده کنید. حاضر؟ و به خاطر حامی مالیمون چیز بعدی که پرت می‌کنیم بادکنک با آتیش. در حاضره. واقع توپ بولینگه که آتیشش زد. آتیش به هدف. رفت. مستقیم داره میره سمت قایق. وای! خورد به کانتینری که درست کنار قایق بودن. بریم عزیزم. اگه میخواین تو بازی چیزی بخرین از کد تخفیف مستر بیست استفاده کنین. اگه میخواین از من حمایت کنین تا ویدیوهای این مدلی بیشتر بسازم، این بازی رو دانلود کنین. و اگه همین الان دانلود کنین میتونین یه بسته مستر بیستی رایگان دارین. وای. خدای من. خدای من. دیگه روی قایقش شان رفتم. واقعا دیگه دارم نگرانت میشم. من هنوزم مطمئنم. فکر کنم مشکلی نباشه. اینم یه بادکنک سنگین. البته هیچ شباهتی به بادکنک نداره. آره اصلا قیافش به بادکنک نمیخوره. خط دفاعیش داره میشکنه. چه شود؟ اگه فقط یکی از این منجنیقا قایق رو نشونه بگیره، ممکنه کل ویدیو به پایان برسه. خیلی نزدیک بود. فکر میکردم این یکی کارشو میسازه. منجنیقا رو بندازین. خودشه داره صاف میکنه بهش. آب. تنها چیزی که سوخته منم بچه‌ها. خیلی خوب، میدونی چیه؟ شان شاید الان بتونی بخندی ولی برای مرحله نهایی آماده نیستی. 24 ساعت دیگه میخوایم با یه سری مسلسل به قایقت حمله کنیم. خب حالا سوالی در مورد مرحله 4 نداری؟ خب علاوه بر تک تک مراحلی که تا به اینجا دیدیم، یعنی فشفشه ها، منجنیقا و تیرا و 100 تا گلوله توپ، یعنی 100 تا توپ دیگه داری؟ و علاوه بر چند تا بمب، این مین خلاصا که مجاز بودنش زیر سواره، یه مین دریایی در هم کومنده جزیره،
یعنی اینا هست، مسلسلم هست؟ آره. امروز مرحله 4 چالشه. نقشه اصلی اینه که یه تن چیز میز بین قایقم و حملات پیش رو قرار بدم. میخوایم از هر چی که مونده برای پر کردن شکاف‌ها استفاده کنیم تا هیچ گلوله‌ای نتونه ازش عبور کنه. اون کانتینر مانع خیلی خوبی از خارج درست کرده. تا جایی که میتونیم خاک میریزیم که یه مانع ضد برخورد درست کنیم. درست جلوی دیواری که قراره جلو توپ قرار بگیره. و از اونجا که بمبای بزرگ قراره از پشت بیان، میخوام تو این زمان باقی مونده فضاهای باقی مونده رو با بشکه‌های پر از آب پر کنم. واقعا چالش سختیه. من چند روز از خونه دورم. دلم برای خانواده‌ام تنگ شده و همین که تو آبیم کارو خیلی سخت میکنه. چون نمیشه راحت خودمون رو به قایق برسونیم و هر چی که می‌خوایم رو بکشیم روش. کارمون خیلی سخت شده. این بمب عصبیم کرده. شان چند یه سپر جلوی مسلسل درست کرده، یه تپه شنماسه و کلی چیز دیگه برای توپا تدارک دیده. هنوز یه دیوار بلندم داره که جلوی منجنیقا بگیره و تشک‌های خیس خورده. 5 4 3 2 1 دست نگه دارین. وقت تمومه. فکر می‌کنم همش یه خواب بوده. نه، بهش میگن زندگی واقعی. با اینکه کار من اینه که قایقو نابود کنم، خدایی امیدوارم موفق بشی. از بچگی همیشه دلم می‌خواست یه قایق این شکلی داشته باشم. فقط باید این مرحله رو پشت سر بذاریم تا بتونیم بریم. اگه خوب فکر کنی می‌بینی که 100 ساعت پیش فقط یه قایق بود، ولی الان این همه چیز اینجاست. من نمی‌دونم چطور اینا رو جمع کردی. استرس داری؟ نه. این وضع اصلا با عقل جور در نمیاد. مرحله نهایی ممکنه بشه بدترین کابوس زندگیت. سراحتون رو آماده کنید. علاوه بر تمام این مسلسل‌ها، 100 گلوله توپ، یه مین گنده که اندازه 15 تا از مینای قبلیه، تمام فشفش‌ها و تیرا و منجنیقای مراحل قبلی رو داریم. و همه اینا مرحله نهایی رو پوشش میدن. آتش! آی زدن به قایق، خودم دیدم. قشنگ دارن از تو شکافا نشونه گیری میکنن. آی! وقتی فکر کردیم از این بدتر نمیشه، یکی از تیراندازهای اشتباهی به فشفشه‌ها شلیک کرد که باعث شد اینجوری بشه. خب انگار همش همزمان شده. چه خبر شده؟ میخوام رو راست باشم شان. فکر نکنم قایق جون سالم در ببره. فکر میکنم نوبت مرحله بعدیه. توپا رو آماده کنین. ببینیم از سری قبل که این توپا رو دیدی خوب ادب شدی یا نه. آتش! با یکیش خورد بهش. دیگه داره منو میترسه. با اینکه یکی از توپا به قایق خورد، کانتینرها و یه تپه خاک داره جلوی ضرباتو میگیره و خط دفاعیش در برابر منجنیقای آتش هم اینقدر خوب عمل کردن که حتی یک گلوله از گلوله آتشو گیر انداختن. افتاد توش. چی؟ قشنگ افتاد تو کانتینره. آره. با این سرعت فکر کنم تا خود صبح گیریم. فکر میکنم همه رو یه باره بریزیم سرش. میخوان توپا، فشفشه ها، تیرا، منجنیقا و همه رو یه باره رها کنم. 3 2 1 همه رو بفرستین. ببینین چه دودی بلند شده. انگار جنگ جهانی سومه. بگو چقدر دیگه طول میکشه جیمی؟ وای به خدا دارم میمیرم. اصلا چیزی دیده نمیشه. خیلی دود بلند شده. تا داریم نابود شدن قایق شان رو میبینیم، یه شکلاتی هم بزنیم بر بدن. توپا رو بفرستین. شان تا الان تقریبا هر حمله‌ای میشده به قایقت کردیم، ولی مثل تمام ویدیوهایی که تا حالا درست کردن بهترینشو داریم برای آخر که توی این مرحله بدترینه. البته قبلا 15 تا بمب دریایی منفجر کردیم، همشون با هم جمع میشن این یکی و در حال حاضر روی یه قایق که داره مستقیم داره میره قایقتو بهتره کنه. این انفجار قراره بک ریزون کنه. خیلی خوب، آمادین؟ برو که رفتی. چقدر خفن. خب بریم ببینیم چی شد. آره بریم ببینیم. بریم قایقمو ببینیم. ببین چه چیزایی رو تحمل کردی. من تا حالا کاری عجیب و غریب کم نکردم، ولی تا حالا همچین چیزی تجربه نکرده بودم. تو که گفتی قرار خوشگل تموم بشه. ولی با همه این اتفاقا قایقت هنوز شناوره. ولی انگار چند تا گلوله و چند تا توپ تونستن بهش برسن. خیلی خب بچه‌ها بیارینش بالا. این $50,000. آره میتونی باش قایقتو تعمیر کنی. عالیه. اما قبل از اینکه ویدیو تموم بشه، مردم میخوان بدونن اسم قایق جدیدتو چی خواهی گذاشت. یه اسم خوب، اسمشو میذارم
اگه براتون سواله باید بگم که بله ما بعد از این ویدیو دریاچه رو تمیز کردیم. محض رضای خدا سابسکرایب کنین تا بازم ویدیو بسازیم.